به نام خدا. خیلی خوش اومدید به اولین لایو علم زنانگی، یعنی زن فرسوده. میخوایم راجع به زن فرسوده صحبت بکنیم و بهتون چند تا تکنیک بگم که بتونید اون علم زنانگی و زنانگی و انرژی زنان خودتون در رابطه بیشتر بکنید. متاسفانه بچه‌ها الان 90% خانم ها تو رابطهشون دارن نقش مرد بازی میکنن، یعنی اون انرژیشون از بین رفته، اون رابطهشون سرد شده. چرا؟ چون که نقشه عوض شده، چون به جایی که اون زنانگی، اون لطافت، اون حضور در لحظه رو داشته باشه، ولی داره نقش مرد رو توی رابطهش بازی میکنه و این باعث میشه که دقیقاً مرد از این آدم دور بشه. تو چه پارتنر داشته باشی، چه شریک عاطفی داشته باشی، چه همسر داشته باشی، فرق نمیکنه. این برای تو صدق میکنه و تو واقعا حس میکنی که خسته ای تو رابطه، تو فکر میکنی که فرسوده شدی و رابطت هم سرد شده. درسته؟ اگر این حس داری، این لایو دقیقاً برای خودته. هم مردونه رفتار بکنی، تصمیم گیری بکنی، اقتدار داشته باشی، قدرت مردونه داشته باشی، هم از طرفی هم زنانه رفتار بکنی. نمیتونی. این برای ذهن یک زن ساختارش ساخته نشده. تو نمیتونی این کار انجام بدی. به مردت اجازه نمیده اون مردونگی خودشو پیدا بکنه و نشون بده. میگی که چرا مردهامون پرنسس شدن، چرا مردهامون فلان نمیکنن، چرا مرد من برای من هزینه نمیکنه. یعنی مردو یا پول میبینی یا کالا میبینی، یا اینکه آره دیگه برای من وقت نمیذاره، انرژی نمیذاره. یک بار از خودت نمیپرسی که بابا ساختار ذهن من زن با اون مرد چه شکلیه؟ تو دوست داری که شنیده بشی که من دوستت دارم، اینو دوست داری بشنوی، ولی مردت با کار کردن داره اینو به تو نشون میده، با یه شکل دیگه داره اینو نشونت میده. ممکنه تو یه خلایی داری که هیچ کس نمیتونه پر کنه. تو ممکنه خلای محرومیت هیجانی داشته باشی که هیچ کس نمیتونه هر چقدر به تو محبت کنه پر بشه و تو میگی خب چرا اینو پر نمیکنی؟ چرا به من نمیگی دوستت دارم؟ چرا محبت نمیکنی؟ میگی آقا چقدر بگم دوستت دارم؟ چقدر من برای تو وقت بذارم؟ چقدر برای تو انرژی بذارم و راحت باهاتون حرف بزنم؟ شما تا زمانی که علم زنانگی رو بلد نباشی، علم زنانگی رو یاد نگیری، نمیتونی با هیچ مردی رابطه درست داشته باشی. چه الان متأهل باشی با 10 تا بچه، چه الان میخوای رابطه جدیدی شروع بکنی، چه الان دوست پسر داشته باشی، چه الان پارتنر داشته باشی. چرا ما زنها باید رو خودمون کار کنیم، علم زنانگی یاد بگیریم ولی مردها نه؟ جوابشو تو استوری بهتون گفتم. ببینید این مثل اینه که من بگم که خب چرا قلب من پمپاژ میکنه، خب مغزم چرا نمیکنه؟ بابا اصلا ساختار مغز با قلب کاملا متفاوته. برای همینم کارشون متفاوته. کار مغز یه چیز دیگه است، کار قلب یه چیز دیگه است. تو رابطه هم همین شکلیه. کار یک زن یه چیز دیگه است و کار مرد هم یه چیز دیگه است. لطفا اینا رو قاطی نکنید. حالا اگر تو زن فرسوده ای باشی، اگر تو نقش مردانه گرفته باشی و داری مثل مردها رفتار میکنی، اون انرژی زنانه تو یا گم کردی یا عمدن داری سرکوبش میکنی، چه اتفاقی برات رخ میده؟ من میخوام که 6 رو بهتون بگم، ببین کدومش برات تو. 1. استرس مزمن. اگر این نقش جابجا بشه، یکی از نشانه هاش اینه همش استرس داری، همش استراب داری، همش بیقراری، کلا شاید تو رابطه هم نباش ولی همیشه یه استرس خاصی، یه دلشوره خاصی تو وجودت هست. یا اگر تو رابطه هم باشی همش میترسی که وای نکنه بذاره بره، وای نکنه خیانت ببینم، وای نکنه منو دوست نداشته باشه، وای نکنه منو جایگزین بکنه، نکنه اینطوری بشه، نکنه اونطوری بشه و برای همین شروع میکنی به باج دادن یا داد بیداد کردن. نشانه دوم، کاهش آستانه صبر، یعنی صبرت میاد پایین، به هر چیزی حساس میشی. نه استاد من فکر میکنم یه هفته است یکم سرد شده، نمیدونم چرا، به نظرت من کاری کردم چیکار کنم؟ میگم بابا چرا انقدر استرس؟ یک کوچولو طرف سرد شده به معنای اینه که تو رو دوست نداره. بابا ربطی نداره که. مگه کی گفته رابطه همیشه باید گل و بلبل باشه؟ کی گفته رابطه همیشه باید خوب باشه؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره. سومیش افت جذابیته. آقا وقتی من همش استرس دارم، همش من عصبانی میشم، نقش مردونه دارم بازی میکنم، چه اتفاقی رخ میده؟ زنانگی من، جذابیت من، کاریزمای من میاد پایین، اعتماد نفس من میاد پایین، کاهش پیدا میکنه. تو توی لحنت، توی گفتارت، توی رفتارت خودتو نشون میدی عزیز من. افت زنانگی، افت جذابیت، افت حضور در لحظت، اون نقش زنانگی تو نتونی درست بازی بکنی. 4میش ضعف در صمیمیته. نمیتونی با مردت صمیمی بشی، دنبال دوپامین میگردی در بیرون، دنبال این میگردی ممکنه یه سریا رابطه موازی شروع بکنن با یکی دیگه، برن تو رابطه، حتی تو رابطه متأهلی خودشون، یا از همسر یا پارتنرشون دوری میکنن. میگه خب دیگه منم دیگه محبت نمیکنم. جملاتی که من الان زیر پستام میبینم، نه دیگه مردها این کارو نمیکنن، چرا ما زنانگی داشته باشیم؟ این جمله از کجا میاد؟ از یک زن ناآگاه، از یک زنی که علم زنانگی بلد نیست.
بچه‌ها علم زنانگی چیزیه که همتون باید بلد باشید. یک مهارت ارتباطیه. تو به عنوان یک زن باید خودتو بشناسی، باید عزت نفستو ارتقا بدی و باید مرزبندی بلد باشی، بدونی که کجا باید زنانه رفتار کنم، کجا باید مردانه رفتار کنم. اگر بین انرژی مردانت و انرژی زنانت تعادل ایجاد نکنی، اگر ساختار ذهن مرد رو نشناسی، هیچ وقت نمیتونی رابطه خوبی داشته باشی. این مثال من یادت باشه، کارکرد قلب که پمپاژ میکنه با مغز کاملا متفاوته. وقتی میگی که چرا من زن علم زنانگی یاد بگیرم ولی مردها نه، مثل اینه که بگی خب چرا قلب پمپاژ میکنه و مغز پمپاژ نمیکنه. اصلا کارکردشون با هم متفاوته. تو یک نقش دیگه داری که در ادامه بهت میگم، ساختار ذهن تو در خصوص خودت از نظر علم زیست شناسی، از نظر نوروبیولوژی، از نظر علمی بهت میگم آقا تو برای چی ساخته شدی، اصلا برای چی روابط قدیم مادر بزرگامون، مادر خودمون رابطه هاشون خوب بود. به خاطر همین اینا فهمیده بودن آقا مرد یه چیز دیگه میخواد، من زن یه چیز دیگه میخوام. پنجمین اتفاقی که برای زن فرسوده رخ میده سردی جنسیه. ممکنه شما دیگه رابطه جنسی خوب با همسرتون نداشته باشید، میل جنسیت اومده باشه پایین. وقتی میل جنسی میاد پایین بچه‌ها صرفا رابطه جنسی نیست، توی لباس پوشیدن تو اینکه به خودت برسی، به ظاهرت برسی، به لوندیت برسی. یک لباس خوشگل تو خونه نمیپوشه، میگه من برای چی مثلا به خودم برسم، من برای چی برم آرایشگاه، من برای چی به ظاهر و به بهداشت خودم برسم که چی بشه، مردم که منو نمیبینه. پس وقتی تو فرسوده بشی، رابطه جنسیت نه تنها در اتاق خوابت بی کیفیت میشه، تعدادش کمتر میشه، هم کمیتش هم کیفیتش تحت تاثیر قرار میگیره، بلکه در رفتار و لحن و انرژی تو هم در زندگی خودشو نشون میده. تو دیگه اون انرژی سابق رو نداری، همش فرسوده میشی، حالت بده، استرس داری، استراب داری. ششمین اتفاق انفجارهای احساسیه. دیدی یه جا آقا یک هفته مثلا سکوت میکنی، نشخوار فکری میگیری، یهو مثل بمب منفجر میشی. بهش میگن انفجارهای احساسی. یعنی تو نیازهات در رابطه دیده نمیشه، برآورده نمیشه، نیازت رو سرکوب میکنی ولی یه جا منفجر میشی، یه جا خودتو نشون میدی. وقتی که زن وارد نقش مردانه میشه دو تا اتفاق میفته. یک، خود زن تحلیل میره، خود زن افسرده میشه، خود زن خسته میشه، فرسوده میشه، استرس، اضطراب بیشتر. دو، مرد از تو دور میشه، مرد سرد میشه، بی تفاوت میشه نسبت به تو. حالا دلیلش رو بریم با هم دیگه بررسی بکنیم. خانم ها احساسی ترن چون دامنه هیجانیشون خیلی بیشتره و مردها دامنه شناختی و حل مسئله شون قوی تره. دقت کردی چی شد؟ دامنه شناختی و حل مسئله شون. برای همینه که شما وقتی با مردت، با پارتنرت صحبت میکنی، مثلا درد دل میکنی، نمیخوای این آدم بهت راهکار بده، ولی مردها شروع میکنن سری راهکار دادن و به شما بر میخوره. درسته؟ چون تو داری راجع به احساست، راجع به دردت، راجع به دیده نشدنت صحبت میکنی. مرد میگه خب این کارو بکن، خب این کارو بکن. بابا ما همیشه به مردها توصیه میکنیم که وقتی زنت، وقتی دوست دخترت داره باهات درد و دل میکنه، صحبت میکنه، لطفا راهکار نده، فقط بشین و همین. برای همینه که شما اگر تو رابطه دیده بشید معمولا کمتر غر میزنید. درسته؟ البته این به معنای این نیست که به خودت حق بدی من دارم غر میزنم پس رفتار درستی انجام میدم. نه، تو نباید غر بزنی، باید رفتار سالم داشته باشی، باید رفتار قاطعیت و قاطعانه درخواست کردن بلد باشی، نه که بشینین غر بزنی. این که میگیم زنها باید علم زنانگی یاد بگیرن، اولا به معنای این نیستش که مرد دیگه نیاز به آموزش نداره، اصلا اینطور نیست. من دارم یه علمی رو به شما یاد میدم به اسم علم زنانگی. میگم آقا طبق آمار علمی به عنوان یک زن احساسی تری، دامنه هیجانیت بیشتر و قوی تره و مردها دامنه حل مسئله شون، شناختیشون بیشتره. وقتی که زن اینو ندونه، این دوتا مؤلفه رو، آقا ذهن من یه جور دیگه کار میکنه، دامنه هیجانیش بیشتره، احساسی تره، مرد یه شکل دیگه کار میکنه، منطقی تر کار میکنه، حل مسئله محورتره، کم حوصله تره. حالا من زن اینو نفهمم، چه اتفاقی یا چه بلایی سر رابطه‌ام میاد؟ یک، سردی، رابطه سرد میشه. یکی از دلایلی که الان رابطتون سرده دقیقاً همین موضوعه، چون تو دوست داری که مرد تو مثل تو فکر بکنه، مثل تو رفتار بکنه، احساسی باشه، هیجانی باشه، اینطوری باشه، رمانتیک باشه، آره ساعتها قربون صدقه من بره. درسته؟ ولی مرد به یه چیز دیگه فکر میکنه، میگه خب من چیکار کنم که پول در بیارم آخر هفته دوست دخترمو برم بیرون، مردان چیکار کنم که زن و بچه‌مو ساپورت بکنم، مردان چیکار بکنم که بتونیم اجاره خونه رو بدیم. پس اگر اینو تو بلد نباشی رابطت سرد میشه. دو، بی تعادل میشه.
یعنی بی‌تعادلی در زندگیت بین انرژی مردانه و انرژی زنانت. خسته میشی، آقا من مردم یا زنم، من همه کار دارم انجام میدم، رابطت به بی‌تعادلی میرسه. 3. بدون کشش، دیگه کششی نداری، نه برای زندگی، نه برای رابطه جنسی، نه برای خودت رسیدن، مراقبت از خودت، این که با بچه‌هات بازی بکنی، اصلا انگیزه ای نداری، بدون کشش. 4. پرتنش میشه رابطت، همش دعوا، همش قر، همش تعارض. بله رابطه حتما دعوا داره، حتما تعارض وجود داره، اما وقتی تو اینا رو بلد نباشی، علم زنانگی رو ندونی چیه، داستان از چه قراره، ساختار ذهن مرد و ساختار ذهن زن رو نشناسی، رابطت پرتنش میشه، صبح تا شب دارین دعوا میکنین، صبح تا شب دارین به جون هم میافتین. 5. پر از خستگی و فرسودگی، هم تو خسته میشی، هم طرف مقابلت رو خسته میکنی. من اگر بشینم تو جلسه مشاوره با تو صحبت کنم که روزانه با 10 نفرتون دارم حرف میزنم، میبینم دیگه رفتارتون غلطه، چون ساختار ذهن انسان رو نمیشناسی، رفتید داری نقش مرد رو بازی میکنی. اسم تکنیک 30 ثانیه توقف زنانه. یعنی چی؟ هر وقت دیدی که عصبی داری میشی، هر وقت داری یک رفتار تکانشی میخوای از خودت نشون بدی، مکس کن. فکرت رو ببین، احساست رو ببین، بگو که من الان چه فکری دارم، من الان چه احساسی دارم. یه 30 ثانیه مکس بکن. سریع میخوای مثلا پاشی زنگ بزنی، تومار بنویسی، چرا جواب نمیدی، چرا پیام نمیدی، میخوای قر بزنی، 30 ثانیه مکس کن. ببین الان چه فکری دارم من، الان چه احساسی دارم من. اگر می‌خوای این تکنیک رو بیشتر بلد باشی، باید 7 قسمت روانشناسی عکس رو در یوتیوب بری ببینی که اونجا کاملا رایگان بهتون گفتم فکرتو ببینی، چطور جدا بشی ازش، فاصله بدی، از بیرون ببینیشون و به احساساتت هم فضا بدی. پس 30 ثانیه مکس رو لطفاً از همین الان هر جا دیدی داری تکانیچی رفتار می‌کنی، مکس کن. 30 ثانیه 2 تا نفس عمیق بکش، فکرتو ببین، احساستو ببین، حالا برو انجام بده کاری که فکر میکنی درسته. 2. تحویل نقش، خیلی تکنیک بی‌نظیریه. بچه‌ها بیاین تمرین بکنین از فردا توی خونتون، تو محل کارتون، هر جا که هست. آقا میبینی یه سری کارا مردون است، لطفاً اگر تا جایی که میشه خودتون انجام ندید. آقا یه درخواست کوچولو بکن، مثلا توی محیط کارت میخوای یه بطری باز بکنی، خیلی سخته، میتونی باز کنی، نه که نمیتونی، میتونی از همکار مردت خواهش کنی، میشه اینو لطفاً برای من باز کنید، خیلی با ادبانه دیگه، نه با عشوه‌گری. از همسرت، از دوست پسرتون یه چیزی بخواید براتون انجام بده، حداقل روزانه 2-3 بار تحویل نقش بدید. آقا من میتونم این بطری خودم باز کنم، ولی میدم همسرم باز کنه، میدم دوست پسرم باز کنه، میدم برادرم باز کنه، فرق نمیکنه. 3مین تکنیک بازگشت به بدن. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها شما زنانگیتون در بدنتون خودشون نشون میده. وقتی بدن شما منقبض باشه، وقتی آرامش نداشته باشه، ریلکس نباشید، خودشون نشون میده. وقتی شما همش منقبض باشی، وقتی همش استرس، استراب، دلهره، دلشوره داشته باشید، تو بدنت داره خودشون نشون میده. سعی کن روزانه 2 دقیقه ریلکس بکنی، مدیتیشن بکنی، یوگا کار کنی، هر چیزی که خودت فکر میکنی. یه نفس عمیق بکشی، شونهاتو شل بکنی، بدنتو شل بکنی، قشنگ هوای تمیز و اکسیژن جدید به خودت بدی، بدن کاملا ریلکس باشه. اگر میتونی ماساژ بری، اگر میتونی استخر بری، اگر میتونی فشیال بری، به خودت، به پوستت، به بدنت برس، بذار این بدن از اون انقباضه در بیاد. مدیتیشن بهترین کاره، یوگا میتونه بهتر باشه، ذهن آگاهی میتونه بهتر باشه. چند تا مدیتیشن خیلی بی‌نظیرم باز در یوتیوب براتون گذاشتم که در 7 روز روانشناسی اکت حتما برین گوش کنید و انجام بدید. این 3 تا تکنیک رو لطفاً از همین امروز انجام بدین و نتیجهش خودت خواهید دید که کم کم اون انرژی زنانه من داره برمیگرده، کم کم اون عزت نفس من داره برمیگرده، کم کم همسر من که تا دیروز به من توجه نمی‌کرد یه کوچولو داره بهتر میشه. بابا باور کنید، به علم باور کنید. شما وقتی علم زنانگی یاد میگیریم باعث میشه که خود اون آدم بیاد سمت تو، چون ناخودآگاه داری ذهنشو ذهنخوانی میکنی. آقا اون دنبال چیه؟ اون مرد دنبال چیه؟ وقتی بهش بدی قطعا میاد سراغ تو. تو نباید چیزی که دوست داری و به مردت بگی خب تو باید اینو انجام بدی، یا بابا نه، اون ببین چی دوست داره. مرد اقتدار دوست داره، مرد احترام دوست داره، مرد زنانگی تو رو میخواد. عزیز من همیشه گفتم زنانگی صرفاً اندام جنسی نیست، 2 تا رفتار لوندی نیست. از اینجا شروع میشه، از ذهن تو، از باورهای تو، از این که من چطور انرژی زنانه خودم رو بروز بدم. اینم مربوط میشه به علم زنانگی.
ما اصلا در دوره علم زنانگی این کار انجام میدیم. رو بچه‌ها میایم از ذهنیتشون، از عزت نفسشون کار میکنیم. میگیم آقا تو ارزشمندی، ولی به صورت درست و علمیش اشتباهاتشون بهشون یاد میدیم. میگیم آقا مرد اینو میخواد، ولی تو داری این شکلی رفتار میکنی. مرد دوست نداره تو مادر باشی براش. اینو ندونی یعنی علم زنانگی رو بلد نیستی و رابطت سرد میشه، خودت افسرده تر میشه، استرست بیشتر میشه. بعد میگه آقا چرا مردها اینطوری ان؟ مردها اینطوری نیستن عزیز من، تو بلد نیستی چطور رفتار بکنی. اینجا یه نکته رو بگم و تمام. این به معنای این نیست که همه مردها اینطوری ان. قطعا این انرژی زنانه شما، قطعا این علمی که من قرار بهتون یاد بدم، علم زنانگی رو باید برای مرد درستش استفاده بکنید. اصلا یکی از دستاوردهای شما بعد از یاد گرفتن علم زنانگی اینه که با آدم اشتباه نمیری تو رابطه، با آدم اشتباه رابطه تو ادامه نمیدی و اگر الان تو رابطه غلط گیری کردی، قطع به یقین من بهت قول میدم که عزت نفست پایینه، مرزبندی بلد نیستی، قاطعیت بلد نیستی و در نتیجه علم زنانگی تو پایینه. تموم شد رفت، که من در دوره علم زنانگی همش بهتون یاد میدم. دمتون گرم.